یه روزگاری یه ماهیگیر بود به اسم فرزین. هر روز فرزین با قایق کوچیکش به دریا می رفت. تورش رو می انداخت و ماهی‌های روزش رو می گرفت. یه روز یه اتفاق جادویی افتاد. فرزین یه مروارید سفید و براق توی شکم یه ماهی پیدا کرد. فرداش یه مروارید دیگه و روز بعدش هم همین طور. فرزین خیلی تعجب کرد. مرواریدها رو به قیمت خوبی فروخت. قایقش رو عوض کرد و وسایل ماهیگیری بهتری خرید. اما دلش بیشتر میخواست. فرزین با چند تا مروارید در روز راضی نبود. آرزو داشت منبع مرواریدها رو پیدا کنه. یه عالمه ثروت، یه جایی که همه این مرواریدها از اونجا میان. فرزین که هوس ثروت کرده بود، تصمیم گرفت غواصی کنه. میخواست غار مخفی زیر آب رو پیدا کنه، غاری که پر از مروارید بود. روزها تبدیل به هفته شد، هفته ها تبدیل به ماه. فرزین خستگی ناپذیر دنبال مرواریدها میگشت. قلبش که قبلا از یه زندگی ساده خوشحال بود، حالا پر از طمع شده بود. یه روز به منظره برخورد کرد که دهنش از تعجب باز موند. یه نهنگ بزرگ و باشکوه از یه صندوقچه گم شده محافظت میکرد. مرواریدها دور و برش میدرخشیدن. یه گنج بزرگ بیشتر از چیزی که فرزین تو خوابهاش میدید. چشماش گرد شد. پیداش کرده بود. منبع همه آرزوهاش درست جلوی چشمش. نهنگ سر بزرگش رو به سمت فرزین چرخوند. صداش کلفت و پرتنین توی آب پیچید. این گنج برای دستهای طماع نیست. برگرد تا هنوز میتونی. اما فرزین چشمش رو طمع بسته بود. به حرف نهنگ گوش نداد. فکر میکرد از سرنوشت زرنگ تره. با خودش فکر کرد. من لایق این گنجم. دستش رو دراز کرد سمت گنج درخشان. قلبش از هیجان تند میزد. خبر نداشت که این آخرین و بدترین اشتباهش. نهنگ نگهبان اعماق دریا آهی کشید. آهی از ناامیدی، از غصه برای انتخاب‌های اشتباه انسان‌ها. یه چشم به هم زدن. نهنگ دهن بزرگش رو باز کرد و فرزین و طمعش رو یه لقمه چپ کرد. داستان فرزین یه داستان قدیمی، یه درس ارزشمند به ما یاد میده. طمع میتونه ما رو نسبت به زیبایی سادگی، لذت قناعت کور کنه. فرزین زندگی خوبی داشت، یه زندگی راضی کننده. اما آرزوی بیشتر داشتن اونو به راه نابودی کشوند. زندگی جمع کردن ثروت نیست، قدر چیزهایی که داریم رو بدونیم. بذارید داستان فرزین یادآوری باشه برای اینکه چیزهایی که داریم رو گرامی بداریم. طمع مثل یه جریان قوی میتونه ما رو به عمیق ترین نقطه ها بکشونه. بیایید به سمت نور قناعت شنا کنیم و از فرصت هایی که زندگی بهمون میده لذت ببریم.